بعد خواستی سوراخ کنی؟ مبارکت باشه خالی، چقدر خوشگل شدی. بالا براشو زدیم که وقتی بزرگتر میشه گوشواره سنگی میندازه گوشواره نشه. وای مگه درد داشت مگه؟ یه کوچولو دیگه. خاله میخوای خوشگل بشی؟ خب بابا یه کوچولو داشت دیگه. اگه نمیخوای خوشگل بشی چرا اومدی؟ بابا طلا گوشت میکنه بعد. درش نیاریم. داره بابا طلا داره. تا که این ضد حساسیت رنگش هم تغییره. خب پس اصلا نه ولی آره حالا به در نیاریم تا خوب جا باز کنه. 2 ماه 3 ماه. چون که داره خودش ما آره. ولی براش نزدم ولی نه نمیشه که حالا گفتم داره میره مدرسه دیگه بزن. نه خب حالا بعد بهتون میگم یه پماد تتراسایکلین چشمی از داروخانه میگیری با پنبه پد الکلی تمیزش میکنی، روزی چه 2 بار میزنی پشت گوشش پمادو میچرخونی گوشواره رو که پماده بره تو بافتش اگه چیز داره خوب بشه که عفونت رو نمیاد. حالا اون یکی هم بده یه لحظه. تیدا بابا دیگه مجبوره. تیدا کج میشه. چشاتو ببند این موقع.